سامانه سنگر که اساساً رویدادهای افغانستان و مربوط به این کشور را پیگیری میکند اخیراً خبر داد که مقامات حرکت تندرو طالبان مهدی ارسلان رهبر جماعت انصارالله یک سازمان تندرو تاجیکستانی را با اتهام همکاری با شاخه ولایت خراسان یکی از شاخه‌های سازمان تروریستی داعش دستگیر کردند. در مطلبی که روز 14 می سال 2023 در سامانه سنگر با امضای فرزام کاظمی نشر شده است، با تکیه به یک منبع در وزارت دفاع طالبان گفته می شود که بنا به اتهامی که استخبارات نظامی وارد کرده است، گویا مهدی ارسلان با افراد داعش در پاکستان تماس برقرار کرده در ولایت کنر افغانستان با آنها ملاقات و از این سازمان تروریستی مبلغ هنگفتی را دریافت کرده است. تصدیق این معلومات توسط منابع دیگر میسر نشده است، ولی منبع سنگر ادعا دارد که ارسلان با این مبلغ به شمال افغانستان آمده از تاجران سلاح در بدخشان و تخار و قندوز سلاح‌های مختلف نظیر M4 و RPG و مهمات خریداری نموده. در حال تجهیزات نیروهایش در ولسوالی ینگ قلعه ولایت تخار و امام صاحب ولایت قندوز در خود شهر قندوز بود. به قبل این منبع فرمانده جمجان تاجیکستانی تلاش داشته است که رهبری عمومی چند سازمان نظیر جماعت انصارالله، حرکت اسلامی ازبکستان، حرکت اسلامی ترکمنستان شرقی و غیره را در شمال افغانستان در دست خود گیرد. به این منظور او با سراج الدین حقانی وزیر داخله و مولا یعقوب وزیر دفاع طالبان نیز دیدار نموده از آنها درخواست پشتیبانی کرده است. وی به آنها گفته است که میخواهد با نیروهایش به کشورهای آسیای مرکزی حمله کند. سراج الدین حقانی هدفهای او را تایید میکند، اما مولا یعقوب رضایت نمیدهد. گفته است منبع سنگر. به قبل همصحبت سنگر هنگام بازرسی مهدی ارسلان گویا اعتراف کرده است که از رهبران داعش در افغانستان و پاکستان دستور مبلغ دریافت میکند. وی حالا در بلاک چهارم محبس پول چرخی زندانی است. هنوز دادگاه سر جرمش فیصله نکرده است. احتمال بازداشت همدستان وی از داعش و خراسان وجود دارد که استخبارات نظامی طالبان روی آنها کار میکنند. گفته است این منبع که تایید درست سخنانش توسط منابع دیگر هنوز میسر نشده است. مهدی ارسلان که نام اصلیش محمد شریفوف از تاجیکستان است، از رهبران جماعت انصارالله به حساب رفته با دختر نسیم یک ساکن روستای خوغزه ولسوالی نوسه بدخشان ازدواج کرده است. سنگر می نویسد ارسلان همان نفر است که با نیروهایش در سال 2021 در ولسوالی مهمه منطقه دروازه بدخشان حدود 20 کارمند پلیس را تیرباران کرده مرتکب جنایت جنگی شده بود. مهدی ارسلان تقریبا 26 سال داشته از نسل نو جنگجویان تاجیک به شمار می آید. او در دهه شربگان جماعت سفید چشمه نوع نورآباد در شرق تاجیکستان در عائله میرخواجه شریفوف یک رزمنده سابق اتحاد نیروهای مخالفین به دنیا آمده است. پدر او که امرالدین تبروف اساسگزار جماعت انصارالله رشته قضایی داشت، سال 2011 در جریان حمله ضد گروه مولا عبدالله رحیموف در وادی رشت کشته شد. مهدی ارسلان نفری است که حضورش در افغانستان همیشه مایه نگرانی مقامات تاجیکستان بوده است و این نگرانی ها بعد در آن سوی آمو به قدرت رسیدن همپیمانهای ارسلان از جنبش طالبان افغانستان بیشتر شده است.